درود بیننده گرامی، امروز جمعه 4 ایول است و من طاهری سفر تا 15 دقیقه دیگر در برنامه اخبار آزادی همراه شما. نخست نگاه به سرخط چندی از موضوعهای برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت بعد از صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین به این خلاصه رسیده است که پوتین نمیخواهد جنگ در اوکراین تمام شود. من از صحبتی که امروز با پرزیدنت پوتین داشتم بسیار ناامید شدم، چون که فکر نکنم که او در اندیشه ختم جنگ باشد. در ناحیه فرخار به این سوال جواب می‌جویند که چرا مادر 4 کودک از جمله یک طفل نوزادش را به آب انداخته کشت، از رشک زیاد و یا سبب مشکلات ناعیانی روانی. لیتوا دیگر شهروندان تاجیکستان را به آسانی به قلمروش راه نمی‌دهد. یک برنامه مخصوص برای جلب تاجیکان به کار را قطع می‌کند. همش کردم. پاسپورت نمی‌داد گراجانی تاجیکستان گرد تمام دلش دکمنتوش داشت دیگر. و برنامه را با گزارش از روسیه آغاز می‌کنیم. در سنت پتربورگ، یکی از شهرهای بزرگ روسیه که ده‌ها هزار از مهاجران تاجیک آنجا کار اقامت می‌کنند، از امضای قرار دست کشیدند که اجازه نمیداد مهاجران به تاکسیرانی و یا کوریری مشغول شوند. ظاهراً ترس از بی‌بندوباری و یافت نشدن کارگر به قدر کافی رئیس شهر سنت پتربورگ را مجبور کرده است امضای قرار را که باید از اول همین ماه به حکم اجرا می‌درآمد به وقت دیگر و نامعین به تأخیر اندازد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش مرسانوی خالقزاد. گوبرناتور شهر سنت پتربورگ در روسیه امضای فرمانی را به تأخیر انداخته است که به مهاجران کاری اجازه نمیداد با پتن همچون راننده تاکسی و یا کوریر در این شهر کار کنند. در صورت امضا این فرمان از روز 1 ایول حکم اجرا می گرفت. در کمیته حقوق و ترتیبات و امنیت در حکومت سنت پتربورگ روز 2 ایول گفتند که فرمان هنوز در بین اداره‌های دولتی بررسی و هماهنگ می شود. قبلا شرکت‌های تاکسی و خدمات رسانی می‌گفتند که اگر چنین قرار قبول شود، قیمت تاکسی و حق کاری کوریرها در سنت پتربورگ به حد ناگفتنی بالا می‌رود. سنت پتربورگ زادگاه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یگانه شهری نیست که مسئله از حق تاکسیرانی محروم کردن مهاجران کاری را بررسی می‌کند. چلیابینسک، یکی از بزرگترین ولایت‌های صنعتی و مهاجرپذیر روسیه، از سال 2019 مهاجران را از حق تاکسیرانی و مسافرکشی را محروم کرده است. در عموم کمش در 19 منطقه روسیه مهاجران از حق راندن تاکسی و دیگر کارها محرومند. مقامات روسیه میگویند قانون شکنی زیاد در بین مهاجران به اعتنایی آنها به قاعده‌های حرکت که سبب مرگ مسافران می شود از سبب‌های اصلی محروم کردن آنها از حق تاکسیرانی است. با گفته مهاجران کاری که رادیوی آزادی با آنها صحبت کرد، این ادعاها بی اساسند و سبب این فرمان و قرارها تأمین کردن مردم تجاری با کار است. قرارهایی که به گفته مهاجران نتیجه نمیدهند، چون مردم محلی میل ندارند به کارهای مشکلی چون رانندگی و کوریری مشغول شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که وعده داده بود جنگ در اوکراین را به زودی خاتمه می‌دهد، بعد یک گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اظهار داشت که رهبر روسیه ظاهراً میل ندارد که این جنگ به زودی تمام شود. دونالد ترامپ بار ششم است که برعکس رهبران پیشین آمریکا با ولادیمیر پوتین صحبت می‌کند، ولی این دفعه گفت که از پوتین ناامید شده است. محمد وفا رحمتزاده گزارش می‌دهد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفت که از رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دل سرد شده است، چون به این خلاصه آمده است که پوتین به جنگ اوکراین خاتمه نمی‌دهد. ترامپ که شامگاه پنجشنبه با خبرنگاران صحبت می‌کرد، این چنین گفت که روز جمعه با رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفتگو خواهد کرد. فردا صبح بر وقت من با زلنسکی گپ میزنم. میدانید من از صحبتی که امروز با پرزیدنت پوتین داشتم بسیار ناامید شدم، چون که فکر نکنم که او در اندیشه ختم جنگ باشد. فکر نکنم. بسیار دلسرد شدم. باور ندارم که او در فکر ختم جنگ باشد و این خیلی از این پیش او گفت که با پرزیدنت روسیه صحبت تلفنی داشت و چنین درک کرد که در سمت تلاش‌های انجام دادن جنگ هیچ پیشرفت حاصل نشده است. ششمین صحبت تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه از زمان سر قدرت برگشتن ترامپ در ماه ینور امسال شام 3 ایول
برگزار شد. پوتین گفته است که از هدفهای در جنگ اوکراین دست نمی کشد و این امیدهای کاخ سفید را برای دستیابی به آتش بس در پی 4 سال جنگ برباد می دهد. موضوع اوکراین بررسی شد. دونالد ترامپ بار دیگر ختم بلافاصله عملیات حربی را در میان گذاشت. ولادیمیر پوتین از طرف خود تاکید کرد که ما جستجوی راه حل‌های سیاسی و مذاکراتی نزاع را ادامه می‌دهیم. پوتین درباره پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه سازش‌های بشری که در دوره دوم مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین در استانبول به دست آمد خبردار کرد. او همچنین از آمادگی روسیه به ادامه جریان مذاکره‌ها خبر داد. دونالد ترامپ در صحبت با خبرنگاران در ایاوه آمریکا گفت که او با پوتین اینچنین موضوع ایران را بررسی کردند. این صحبت تخمیناً 1 ساعت دوام کرد. صحبت تلفنی پوتین و ترامپ 1 روز بعد آن صورت گرفت که کاخ سفید تصدیق کرد که دادن برخی نمود سلاح‌ها به اوکراین را بس کرد، چون به گفته‌اش ذخیره‌های آن تمام می شود. روسیه طلب دارد که چون بخش از طلبات آتش بس، متفقان غربی اوکراین ارائه یاری‌های حربی به این کشور را خاتمه دهند. ترامپ روز پنجشنبه پیش از آن که به ایاوا پرواز کرد، خبرها درباره ختم ارسال سلاح‌ها از آمریکا به اوکراین را رد نمود. برمیگردیم به تاجیکستان. در ناحیه فرخار تحقیق سبب‌های رفتار یک مادر ادامه دارد که خود را با 4 فرزندش به رودخانه انداخت و جگربندانش را کشت ولی خودش زنده ماند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند هنوز دقیق نیست که چرا مدینه حلیمه و شب 30 میلیون به چنین کار مدهش دست زده است. حالا یک ایده به مشکلات روانی مادر اشاره میکنند که در 3 سال اخیر پیهم و با فاصله 1 ساله تولد کرده است. تعداد دیگر و جنجال و ماجراهای عائلوی. محمود جان رحمتزاده از فرخار گزارش می‌دهد. از فاجعه فرخار به دریا پرتافته شدن 4 فرزند از سوی مادرشان 3 روز گذشت، اما تا حال جسد 2 کودک یافت نشده است. خود مدینه حلیموی 27 ساله از آن روز گرفته در بازداشتگاه است و مقامات واقعه را تفتیش میکنند. این زن گمانبر به کشتار است. مقامات ناحیه فرخار فقر و ناداری و مشکلات روزگار را همچون سبب واقعه رد میکنند. دلبر رحمت الله زاده معاون رئیس ناحیه فرخار روزی 3 ایول به رادیو آزادی گفت که 3 روز است به این خانه میروند و میآیند. با گفته او خوشتامن، خواهران شوهر و حتی همسایگان از مدینه و رابطه هایش با عائله شوهر ستایش کردند. خوشتامنش گام میزنه میگه من هیچ وقت کلینم این خیلی مثال دیگه کرا ندیدم. اول خودم میکرد یاد یعنی 3 متر وسط دریو ایوخی علویده زندگی. اما دروی خونه که میگه خودم با پیش مرا میآورد که ما در دیگه ما میچیزا دخترم گفتن چون این زمان نیست معلوم چیه خواهی مقامات معین کردنش میبره. دلبر رحمت الله زاده معاون رئیس ناحیه ادعای خانواده شوهر را که گویا مدینه حلیمه و مشکلی روانی دارد رد کرد و گفت تحقیق نشان داد که مدینه در هیچ بیمارستان همچون بیمار ثبت نشده است. او به تکرار گفت که تحقیق مقامات همه حالات را دقیق خواهد کرد. در اداره کمک اولیه بهداشتی و طبی ناحیه فرخار گفتند که مدینه حلیمه و 4 فرزندش را بدون هیچ مشکل به دنیا آورده، حتی در قید بیمارستان و یا بنگاه طبی دهات نبوده است. خانواده قدرت الله شریپوف همسر مدینه حلیمه در صحبت کتبی به رادیو آزادی فرضیه بحث خانوادگی و داشتن زن دیوم را نیز رد کردند. آنها ادعا کردند که مدینه حلیمه بیماری روحی داشته و منتظم او را طبابات دعاخانه می‌بردند و در گذشته هم یک برادرش دست به خودکشی زده بوده است. دلبر رحمت الله زاده معاون رئیس ناحیه فرخار گفت که حالا مقامات حادثه را تفتیش دارد. با گفته او به زودی قضیه از سوی مقامات روشن خواهد شد که سبب دست به این عامل زدن مدینه حلیمه در چی بوده است. در تاجیکستان حادثه های در رود و نهرها غرق شدن مادر و فرزندانش بار اول نیست و در گذشته اکثر چنین حالت ها را مقامات به خشونت خانوادگی ربط داده اند. اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به همین سبب اشاره میکنند. وزارت کارهای داخلی لیتوا گفته است برنامه مخصوصی را که قبول شهروندان تاجیکستان به کار در آن کشور آسان‌تر می‌ساخت از تیر ماه امسال قطع می‌کند. سبب پایان دادن به برنامه به گفته وزارت رفتار شهروندان تاجیکستان است که قاعده‌های اقامت کار در
لیتوا را رعایت نمی‌کنند. بر اساس این برنامه به شهروندان تاجیکستان در یک مرکز ویزادهی در دوشنبه روادید می‌دادند، ولی اکنون ممکن است که دیگر این مرکز خدمت و خواهشمندان کار در لیتوا را قطع کند. گزارش خیرام مقازاده، علیشر ظریفی و شهلای عبدالله در همین باره است. مرکز تهیه اجازه اقامت در لیتوا در شهر دوشنبه بر اساس قرار وزیر کارهای داخلی لیتوا است 22 اکتبر امسال بسته می شود. دوامی 2 سال گذشته ساختمانچیان و رانندگان ماشین های بارکش از تاجیکستان با دعوت شرکت ها به لیتوا برای کار می رفتند. شمارشان تخمینا 6,500 نفر است. از سال 2023 تا امروز شمار شهروندان تاجیکستان در لیتوا 5 برابر زیاد شد. اکثرشان برای کار آمدند. ما دیدیم که بیش از نصف آنها در صنعت‌ها گفتند که برای کار در شرکت معینی می روند، ولی وقتی اجازه اقامت را گرفتند یا کار را از روی قرارداد در آن شرکت به انجام نرسانیدند یا به زودی قرارداد را قطع کردند. این به آن معناست که مقصد اساسی به لیتوا رفتن آنها نه کار در شرکت معین بلکه مقصد دیگر می باشد. گودزینسکایت بستنی مؤسسه را در تاجیکستان یک چاره پیشگیری از خطر افزایش مهاجرت غیر قانونی نامید و گفت امکان گرفتن اجازت کار برای تاجیکستانی ها در داخل لیتوا فراهم می باشد. ولی خسرو محمدزاده نماینده جامعه تاجیکان لیتوا به نشریه LRT گفته است بسته شدن این مرکز دریافت اجازه کار را برای شهروندان تاجیکستان دشوارتر میکند و باعث افزایش مهاجرت غیر قانونی خواهد شد. در صورت بسته شدن مرکز ویزا در تاجیکستان گرفتن اجازه کار در لیتوا سخت‌تر می شود. این باعث کم شدن نیروی کاری در کشور می شود. اگر مرکز بسته شود شمار مهاجرانی که میخواهند غیر قانونی وارد لیتوا شوند افزایش می‌یابد چون که راه‌های قانونی بسته می‌شوند. فکر می‌کنم که مهاجرت کاری غیر قانونی می‌افزاید. مردم با امید درآمدهای بیشتر تلاش می‌کنند وارد اروپا شوند. ایرلندس میکینس پرزیدنت انجمن ملی شرکت‌های باربر قرار مقامات را زیر سوال برد و گفت در کشور 10,000 راننده ماشین بارکش نمی‌رسد. در گذشته حالت‌های بودند که رانندگان تاجیک از طرز برخورد نادرست کاردهندگان در لیتوا، یاری نرسانیدن به هنگام مشکلات تکنیکی در راه و بار کردن قرض‌های کلان به دوش رانندگان چون دلیل‌های دلسردی رانندگان از کار بیان کردند. چنین حالت‌ها که کاردهنده تلاش می‌کند کارگر را اذیت کند وجود دارند. این باعث تأسف است. در چنین حالت‌ها من از تاجیکستانیان دعوت می‌کنم که به اتفاق کسب اعضا شوند چون آنها واقعاً هم در حمایت از حقوق کارگران مؤثر هستند. ما در ساحه بار و تأمینات اتحادیه‌های صنفی قوی داریم. حقوق شناسان رایگان دارند که برای پیشگیری از پایمال شدن حقشان یاری می‌دهند. خمینی توفالنگوف یک ساکن ناحیه مسجد در پس منظر فشار بالای مهاجران در روسیه می‌خواهد در ساختمان در لیتوا به کار قبول شود. میگوید کار یافتن در بیرون از تاجیکستان بسیار دشوار شده است. مردم باز سر دیگه جا میرن سر طرف تشکین و اونجا هم واسه قزاقستان هم اونجا محکم کردن شد. چند بچه‌ها رفتن سپردن گراجانی تاجیکستان گفتن گردوندن. همین 3-4 روز نزد چند خش بچه‌ها رفتن سپاریدن همش گردوندن. پاسپورت نمیاد گراجانی تاجیکستان گرد تمام دلش دکومنتاش در جنی دیده. این مرکزها چه فایده دارن براشون؟ این مرکزها تاجیکستان چیکار کنه دیگر دیگه دولت ختم میشه میسپاریم تلپر. راننده ماشینی بارکش یوسف سفرف به مرکز ویزادهی لیتوا از ناحیه رودکی آمده است. میخواستم برای 2 سال اجازه اقامت تهیه کنم. اویلم کلان است، باید خانه سازم. بچه ها را توی کردن در کار. مشکل زیاد است، خودتان میفهمید. قرار بستن مرکز در حال است که سالهای اخیر اتحادیه اروپا تلاش دارد میل کشورهای آسیای مرکزی را به روسیه کمتر کند. مقامات در تاجیکستان تا حال به این خبر واکنشی نکردند. اخبار آزادی به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. روزهای استراحتی آسوده و خوش در پیش داشته باشید.